تاریخ را بررسی کنید. تاریخ چه گواهی می‌دهد؟ کلید بیت المقدس را علمای نصارا که آن روز متولی بیت المقدس بودند با دو دست تقدیم امیر المؤمنین عمر بن خطاب کردند. تکبیر! بدون اینکه جنگ بشود سربازان اسلام، مجاهدین اسلام، لشکر اسلام وقتی که به سرزمین شام رسید و به حدود بیت المقدس رسید، شما شنیدید و خواندید که اسقف و علمای آن زمان نصارا گفتن ما با شما جنگ نمی کنیم. موضوع طولانیه، آخرین حرف را من میخواهم بگویم. گفتن شما امیر خود را بخواهید بیاد. آنها صحابه ایستادن و پیام فرستادن برای حضرت فاروق اعظم در مدینه منوره. و حضرت فاروق اعظم با یک غلامی سوار یک شتر شد و راه شام را در پیش گرفت و مرحله به مرحله، یه مرحله حضرت عمر سوار می شد شتر را و غلام مهار شتر را می گرفت و در مرحله دوم غلام سوار می شد و حضرت عمر مهار شتر را می گرفت. امیر المؤمنین دو شتر بر نمی داره، میگه ضرورت نیست، یک شتر کافیه. عدالت میخواهید، زندگی فاروقی را بررسی کنید. حالا لباسهاش که بماند به جای خود، گفتن صحابه گفتن لباس نوعی بپوش که شما پیش اهل کتاب میروی، آنها متمدن و پیشرفته و خیلی ظاهر آنها به اصطلاح پوشاک و لباس آنها در حد بالای، شما کم نداشته باشید جلو آنها. یک جامعه نوعی به حضرت عمر پوشاندن دادن. قبلا جامعه به بدنش بود که بیش از 9 وصله 9 پینه داشت. یه مقدار که رفت گفت دلم نمیپذیرد، قبول نمی کند من با این لباس نو و فاخر بروم. همان قمیص که قبلا به تنم بود بیارید برای من. آوردن این جامعه و قمیص به اصطلاح پیراهن نو را بیرون کرد و همان پیراهن کهنه را پوشید که وصله داشت. و اتفاق بر این شد که در آخرین مرحله باید غلام سوار بشود و امیر المؤمنین مهار شتر را بید. چون اول حضرت عمر سوار شده بود، در پایان نوبت غلام رسید که غلام سوار شتر باشه و امیر المؤمنین مهار شتر را بگرفته. وارد شهر بیت المقدس قدس شد. تمام علمای مسیحی، نصرانی تورات و انجیل را در دستشون گرفته بودند و اوصاف کسی که در امت محمد این کلید باید به او تحویل داده بشود، قدش این قدره، سیما و صورتش این طوره، لباسهاش چنان هست، پیراهنش این مدل و کهنه و وصله داره. الله اکبر. تورات در دست آنهاست، این طور میخوانند و حسب اتفاق حکمت خدا را ببین، حضرت عمر هم پیاده که آنها نگاه میکنند.
بله قد کشیده بلند و وقت راه میره با ابهت راه میرود، قدم میزند فکر میکنی که این میدود. این مشخصات سبحان الله. چهره بزرگی دارد با ابهت و با هیبت و پیراهنش وصله دارد. نگاه میکنند کما همانطور که در تورات تا این پیراهن هم همان پیراهن که در تورات آمده، در انجیل آمده مشخصات. گفت آها دست بلند کردم، ما تسلیمیم، ما این امانت را، این امانت تا امروز در دست ما بوده و الان ما حکم داریم از جانب الله. این کتاب ما که انجیلی که بر عیسی نازل شده، در انجیل آمده، توراتی که بر موسی نازل شده در آن هم این آمده. بفرما ای امیر مسلمین این کلید تحویل به تو داده شد، این امانت به تو تحویل شد. حضرت عمر کلید بیت المقدس را گرفت و به مسلمانان و صحابه گفت که الان مجاهدین را گفت جنگ نیست، شما وارد شهر بشوید و این بیت المقدس به شما تحویل داده شد. این عبادتگاه الله تعالی است. پیامبر که هجرت کرد از مکه به مدینه آمد، 16 ماه روایت بخاریه یا 17 ماه رو به بیت المقدس میکرد و نماز میخواند. شما را حجاج را بردن در مسجد قبلتین. پیامبر نماز ظهر را در مسجد قبلتین در حال خواندن بود که حکم نازل شد فول وجهک شطر المسجد الحرام. شما اونجا میبره همین تعریف را میکنن، ای پیامبر رخت را در نماز بگردان به سوی مسجد الحرام. پیامبر در همان حال نماز و صحابه رو به طرف بیت الله کردند و نماز ظهر را پیامبر در مسجد خود آمدند، در مدینه آمدند، وارد شهر شدند و نماز عصر را کاملا به سوی بیت الله خواندند و قبله بیت الله تعیین شد. لذا ای امت اسلام، ای ملت اسلام، ای مسلمانان، سرزمین بیت المقدس، مسجد بیت المقدس، سرزمین شام که سرزمین وحی هست، سرزمین انبیا هست، سرزمینی که حضرت یعقوب و اولاد حضرت یعقوب آنجا بودند و پیامبران آنجا بودند و بیت المقدس را بانی بیت المقدس برای بار دیگر حضرت سلیمان علیه السلام بوده. این سرزمین فقط مالک از نظر دنیوی و از نظر ظاهری فقط برای اهل توحید هست، اهل اسلام هست در درجه دوم در زمان بعد از اسلام آمدن اسلام. در آن زمان برای اهل توحید که پیامبرانی که داعی توحید بودن آنها متولی بیت المقدس بودند و بعد از اینکه قرآن نازل شد و پیامبر محمد رسول الله را الله تعالی مبعوث کرده، مالک این طبق حکم تورات و انجیل که خود علمای اهل کتاب به حکم تورات عمل کردن و تحویل دادن به آخر امت آخر، امت پیامبر صلی الله علیه وسلم تا قیامت. این سرزمین و بیت المقدس از آن اسلام و مسلمین هست و هیچ ملتی، هیچ مذهبی
غیر از ملت اسلام و مذهب اسلام و اهل قرآن و اهل دین و امت محمد رسول الله و پیروان اصحاب رسول الله هیچ یک دیگری حقدار این سرزمین و این بیت و این خانه خدا نبوده و نیست و تا قیامت این برای اسلام خواهد باقی ماند انشاءالله. صهیونیست گفتم با دلیل و مدرک، با آیات و روایات گفتم، ثابت از کتاب آنها و از کتاب امت اسلام این ثابته که حق مالکیت از آن امت اسلامه. برای یک روزی یهود، نصارا، مسیحی، غیر مسلم حق زیستن و قدم زدن در آن سرزمین را ندارند. و اگر صهیونیست آمده، نصارا آمده، یهودیت آمده، این از ضعف شما مسلمانان هست، از ضعف ایمان شما بوده. برای یک روز اینها حق زیستن در سرزمین مقدس را ندارند. سرزمین قرآن میفرماند سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. زمینی که من بر آن برکات خود را نازل کردم، این برکات از آن امت اسلامه. برای یک روز، برای یک لحظه، برای یک ساعت حق زیستن را نه یهود داره، نه نصارا داره، نه مشرک داره، نه ملحد داره. هیچ ملتی غیر از اسلام و غیر از امت رسول الله و اهل قرآن دیگران نداره. بیدار باشید، بدانید حق شما چیست، بدانید شما کیا هستید. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله میفرماد لا تهنوا، ضعف به خود راه ندهید، لا تهنوا و غم نخورید و انتم الاعلون، شما هستی پیروز.